هستن، یعنی شماها، ازشون همیشه خواهش میکنم که استیتمنت خودتون رو ماه به ماه پرینت بگیرید و خیلی نکاتی از تو دلش در میاد. ببینید من الان این کار نمیکنم، ماه به ماه این کار نمیکنم، 6 ماهه و 1 ساله استیتمنتم رو پرینت میگیرم و این کمد پشت سر من تا این وسط ها این بالاش زوم کنه، خب پر از استیتمنت. اگه تو استودیو دقت کرده باشید یه پرینتر زیر پای منه و من حالا استیتمنت خودم و بچه‌هایی که با ما کار میکنن و ما هی استیتمنتاشون رو میگیریم. شما استیتمنتتون رو باید ماه به ماه، حالا چون ابتدای کار هستید، ماه به ماه پرینت بگیرید و خیلی نکات از تو دلش در میاد. مثلا یکی از نکاتی که من خودم از تو دل استیتمنت های خودم در آوردم اینه که من بیشترین میزان حد ضررها رو در در دوشنبه ها خوردم. روزهای دوشنبه بهترین عملکردهامو چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه داشتم. این 3 روز آخر هفته داشتم. خب وقتی که من یه همچین آمار و دیتایی رو داشته باشم، میدونم که چه روزهایی میتونم ریسک بیشتری کنم، چه روزهایی میتونم ریسک کمتری کنم. من الان خیلی وقته که دوشنبه ها یا معامله انجام نمیدم، یا اگر انجام بدم با میزان لات پایینتری، با میزان حجم پایینتری وارد معامله میشم. در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه این میزان لات هم رو بالاتر میبرم. اینجور چیزا، اینجور دقت به جزئیاته که شما رو موفق میکنه و متمایز میکنه از بقیه بچه‌هایی که وارد این بازی میشن و در نهایت کیک میشن بیرون. اگر دیسیپلین داشته باشید تو این کار، اگر نظم داشته باشید، مثل یک کارمند باید برخورد بکنید. اینکه آقا شغلم آزاده و فلان و بیسه، اینا رو بریزید دور. این کارمند باید برخورد بکنید، باید برخورد استیتمنت رو پرینت بگیری و نقاط ضعف و قدرت خودت رو بدونی که چه روزهایی داری ضعیف عمل میکنی، تو چه روزهایی داری بهتر عمل میکنی، تو اون روزها حجم رو بیاری پایین، تو اون یکی روزها حجم رو ببری بالا و پس این نکاتیه که شما حتما باید بهش دقت بکنید و این ریزکاری ها و این جزئیات رو در نظر بگیرید. یه موضوع بعدی که میخوام، چون گفتیم از این جلسه شروع میکنیم، یه سری مباحث مدیریت سرمایه رو هم بهتون میگیم. یه مبحث خیلی خیلی مهمی رو که میخوام امروز باز کنم و در موردش باهاتون صحبت کنم، بحث ژورنال نویسی یا دفترچه معاملات. ببینید، بحث ژورنال نویسی اینه که شما یک دفتری رو، من اینجا ندارم الان، اینجا نیست، یه دفتری رو برای خودتون فراهم میکنید، دفتر 100 برگه خیلی خیلی معمولی برای خودت فراهم میکنی. 3 تا سطر این دفترت باید داشته باشه. سطر اول علت ورود به معاملته. سطر دوم می‌نویسی بالاش حد سود و سطر سوم بالاش می‌نویسی حد ضرر. اولین و مهمترین بخش این ژورنال معاملاتی قسمت علت ورود به معامله است. 90% شماها علت این که حد ضررهاتون زیاده یا اینکه معاملاتتون وارد سود مستمر نمیشه، اینه که هی احساس میکنید که اینجا باید بای بگیرید، هی احساس میکنید که اونجا باید سل بگیرید. ما قرار نیست احساس بکنیم، قرار دلیل ببینیم برای اینکه فلان معامله رو باز بکنیم. حالا بر حسب آموخته‌های شما تا اینجای کلاس، مثلا من رایزینگ وج دیدم، مثلا فالینگ وج دیدم، مثلا الگوی مثلث دیدم، مثلا دیدم فلان خط روند شکسته شده، مثلا دیدم فلان حمایت از دست رفته و اینجا بای گرفتم، اونجا سل گرفتم. یعنی باید برای اون معامله‌ای که داری باز میکنی یک علتی داشته باشه. این که من احساس میکنم طلا از اینجا میره بالا، یا احساس میکنم یورو از اینجا میاد پایین، یا احساس میکنم بیت کوین بای داره، این اصلا میخوام از ذهنت بریزی بیرون، نمیخوام احساس بکنی. میخوام دلیلش رو ببینی تو مانیتور و بعد رو کاغذ برای خودت بنویسی به این دلیل وارد معامله شد. ببینید، من این حرفا رو میزنم، اول آخر تقریبا 70% این کار رو نمی کنید، 30% این کار رو انجام میدید.
اون 30% که این کار رو انجام میدن، این مسیری که قراره طی کنن رو خیلی سریعتر طی میکنن. نمیگم اون 70% نمیتونن این مسیر رو طی بکنن، ولی یا نمیتونن یا خیلی سخت میتونن. این ژورنال معاملاتی کاری میکنه با شما که تعداد معاملاتتون کاسته میشه، کم میشه. یعنی دیگه بی دلیل وارد یک معامله نمیشی به هیچ عنوان. حتما باید علتش رو دیده باشی که پیش خودت بنویسی اونجا به چه علت داری وارد معامله میشی. خب پس بی دلیل وارد معامله نشدن باعث میشه که تعداد معاملات کاسته بشه و فقط معاملاتی که علتش رو ازش مطمئنی رو وارد میشی، در نتیجه وین ریت، درصد موفقیت افزایش پیدا میکنه. به همین راحتی، رابطه مستقیم با هم داره. پس این سطر اولش. سطر دوم حد سود گفتیم. و سطر اول چی بود؟ علت ورود به معامله. باید علت ورود به معامله رو تو مانیتور ببینم و بعد بیام بنویسم بر خودم، تا وقتی که یک علتی که بتونم برای رادنژاد، برای بغل نسیم، برای هر کسی اون علت رو شرح بدم و اون علت منطقی باشه، ندیدم وارد معامله نمیشه. سطر دوم چیه؟ حد سود. میگه آقا عین تحلیل من رفت بالا و حد سودم خورد. یه تیک برای خودت میزنی و یک جایزه ای رو به خودت میدی. حالا این قسمتش مهم نیست. سطر سوم حد ضرر. به هر علتی تحلیل شما غلط از آب در اومد و طبق تحلیل شما نرفت جلو و حد ضررت خورد. اون پیش میاد دیگه. شما باید بری علت اون حد ضرر رو پیدا بکنی و تو ژورنال معاملاتی بنویسی که به چه علت من حد ضرر خوردم، کجا رو اشتباه کردم که اینجا حد ضررم خورد. مثلا فلان فکر کردم فلان مقاومت شکسته و بای گرفتم، ولی الان که دارم نگاه میکنم اینا نه واقعا نشکسته بوده. طبق اون چیزی که رادنژاد من یاد داد، این شکست فیک بوده. من عجله کردم برای ورود به معامله و حد ضررم خورد. مثلا فکر کردم الگوی رایزینگ وج، ولی رایزینگ وج نبود، یه کانال بود. من اشتباه ترن لاینمو ترسیم کرده بودم. بالاخره علتش پیدا میشه دیگه. ببینید در طول این دوره‌ای که شما دارید میگذرونید، 1 سال 2 سال 6 ماه 2 ماه، هر چقدر، برای هر کسی یک زمانی داره بر حسب تلاش و میزان آیکیوش، که اون میزان آیکیو بسیار بسیار تاثیر کمی داره. تلاش خیلی مهمه. در طول این دوره‌ای که دارید شما میگذرونید، در ابتدای این مسیر تریدر شدن، شما شاید 50 تا اشتباه داشته باشید و مکررن اون اشتباهات رو هی انجام میدید و باعث میشه که یک چرخه سینوسی داشته باشید. هی میرید تو سود، هی میرید تو ضرر، هی میرید تو سود، هی میرید تو ضرر. مثلا بالانس حسابه نه رشد میکنه نه افت میکنه. خب ولی وقتی اشتباهاتت رو بنویسی، طی 6 ماه 50 تا اشتباه میشه 30 تا اشتباه، طی 1 سال 30 تا اشتباه میشه 20 تا اشتباه. هیچ وقت تعداد اشتباهات ما صفر نمیشه. ما همیشه در هر حال همیشه سوتی میدیم. به همین دلیل هم هست که ما باید اصلا این رو توی مغز خودمون بگنجونیم که ما بالاخره از حد ضررمون میخوره. مهم براینده. این که ببین اگه این تو ذهنت جا بیفته که تو بالاخره حد ضررت میخوره، از این که حد ضررت بخوره برآشفته نمیشی، ناراحت نمیشی و رو بقیه معاملات تأثیر منفی نمیگذاره. ولی اگه این نتونسته باشی قبول بکنی پیش خودت که آقا من تو یک بازی وارد شدم که قرار ضرر هم بکنم، وقتی که ضرر میکنی اون ضرر کردنه باعث میشه که کل اون روز یا کل اون هفته رو از دست بدی و رو ذهن تاثیر منفی میشه. پس وقتی داشتم اینو میگفتم، تعداد از اشتباهات ما هیچ وقت صفر نمیشه، ولی از 50 تا اشتباه میتونه ظرف 1-2 سال برسه به 10 تا مثلا دونه اشتباه. باز هم در نتیجه چی؟ وین ریتمون افزایش پیدا میکنه. شما اگر این ژورنال معاملاتی رو با این مشخصاتی که خدمتتون عرض کرد نوشتی برای خودت، 6 ماه دیگه من دعا میکنم همون طور که بچهای ترید مستر قبلی اونایی که انجام دادن الان میبینید گاهن برای من میفرستن، من استوری میکنم و تاثیرش رو تو معاملاتشون میدم. خب اگه نکردی این کار رو دیگه، خب خود میدونی، خود دانی. من توصیهم به عنوان یک برادر کوچکتر و همه شما اینه که حتما این کار رو
انجام بدید و تاثیرش رو تو معاملاتتون خواهید دید. یه لحظه من اجازه بدید. آره اینطوری بود که ما آمدیم شهر. فکر کنم نکته خوبی رو گفتیم حالا اول کلاس. سعی میکنم هر جلسه 10 دقیقه یه رو به اول کلاس رو همچین نکاتی رو بگم که به درد بخور باشه. حالا جلسه بعدی هم نکاتی در مورد مدیریت سرمایه رو انشالله با هم دیگه مرور خواهیم کرد. من وبکم رو خاموش میکنم. نه وبکم خاموش میکنم. اولی توضیح در مورد کاری که میخوایم این جلسه بکنیم بگم. ببینید تا اینجای کار من یه مقداری با مباحث ابتدایی و شاید متوسطه پرایس اکشن آشنا شدیم. یه سری الگوهای هارمونیک رو جلسه پیش با هم دیگه دوری کردیم که بسیار بسیار پرکار بود. یکی از بچه‌ها امروز عکسش رو من فرستاد و چه سود خوبی کرده بود، چه معامله قشنگی باز کرده بود. استوریش هم کردم اتفاقا و چقدر کیف کردم که یک جلسه که این آموزش رو دیده الان تونسته ازش سود کسب بکنه و واقعا خوشحالم کرد. ما از این جلسه میخوایم کم کم ایچیموکو رو هم شروع بکنیم که از جلسات بعدی پرایس اکشن و ایچیموکو رو با هم ببریم جلو که به ستاپ های معاملاتی قشنگ تری برسیم. در مورد ایچیموکو اگه بخوام صحبت بکنم، ایچیموکو برخلاف چیزی که توی تریدینگ ویو میبینید که تو قسمت اندیکاتورها هستش، ایچیموکو یک اندیکاتور نیست، یک سیستم معاملاتیه. یعنی اینقدر جامع و کامله که یک سیستم معاملاتیه که یک فرد ژاپنی به اسم جناب هوسودا این رو میشه گفت اختراع کرده و طی 30 سال ازش بک تست گرفته و تونسته که کاملش بکنه. این سیستم معاملاتی فقط و فقط تو بازارهای مالی هم ازش استفاده نمیشه، تو خیلی از جاها ازش استفاده میشه. هر جایی که دیتایی داشته باشه میتونی که ازش استفاده بشه. حالا نمیخوام خیلی وارد مباحث حاشیه‌ای بشم، ولی بدونید که یک سری اجزایی داره که حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم که همه جای زندگی هم حتی میشه ازش استفاده کرد. این سیستم معاملاتی 3 تا پارامتر اصلی داره که ما اگر اون 3 تا پارامتر اصلی رو رفتارهاش رو بشناسیم میتونیم که همراه با قیمت بالا و پایین بریم. بازارهای مالی مثل امواج دریا میمونن. ما یک موجی رو که سوار شدیم رفتیم بالا، بعد بدونیم انتهای اون موج کجاست که همونجا با اون موج بعدی که میخواد بیاد پایین ما هم بیایم پایین و مثلا اینجا تا اینجا رو بای گرفتیم، از اینجا تا اینجا رو سل بگیریم. این اجزا و عوامل تشکیل دهنده ایچیموکو این خصلت رو داره که این خصلت و خصیصه رو داره که بتونه این کار رو برای ما انجام بده اگر بتونیم رفتارهاشون رو درست بشناسیم. ایچیموکو از 3 تا جزء اصلی که حالا واردش میشیم تشکیل شده: کیجنسن، تنکنسن و ابرهای کند. فکر میکنم بهتره که برم رو چارت و اونجا شروع کنم دونه دونه این اجزای تشکیل دهنده رو براتون شرح بدم. با اجازهتون من وبکم رو خاموش میکنم و میرم روی چارت. عرضم خدمت شریفتون که خط خطوطمون رو پاک بکنیم، بریم توی تایم فریم بهتر. خب ما برای اینکه با ایچیموکو آشنا بشیم، من پاکش بکنم و از اول بیارمش. میایم توی قسمت اندیکاتورها یا تلفظ صحیحش ایندیکیتور به معنای راهنما و اینجا سرچ میکنیم ایچیموکو. یا عالمه بچه ایچیموکو براتون میاره. اونی که ما دنبالش هستیم ایچیموکو کلاوده، هیچ چیز اضافه ای نباید داشته باشه. ایچیموکو کلاود روش کلیک میکنیم و میبندیم، پنجره رو برامون میاره. تنظیماتش رو من اول درست بکنم و بعد در موردش با شما که چرا من تنظیم رنگا رو عوض میکنم این حرفا صحبت خواهم کرد. اینم خاموش کنیم. خب
ببینید همونطور که میبینید این بنده خدا از 3 تا پارامتر اصلی تشکیل شده. یه دونه این خط آبی رنگ ما که از این به بعد اسمش رو میذاریم کی جنسن، اصخایی میکنم که از این بعد بهش میگیم کی جنسن، کی جونسن هم بهش میگن ولی تلفظ صحیحش کی جنسن هستش. یه دونه این خط قرمز ما که بهش میگیم تنکانسن هم بهش میگن ولی تلفظ صحیحش تنکنسنه. و این احجامی که به رنگ‌های قرمز و سبز میبینید که ما بهشون میگیم ابرهای کومو. خب حالا ما باید دونه دونه اینا رو سعی بکنیم که شرح بدیم و به ساده ترین زبون ممکن اینا رو من خدمتتون توضیح بدم. در ابتدا که قیافه این بنده خدا رو نگاه میکنیم میتونیم 4 ساعته. در ابتدا که قیافه این بنده خدا چی میکنه رو نگاه میکنیم یه مقدار قیافه ترسناکه و خیلی عجیب غریبه، ولی وقتی که کم کم آدم باهاش آشنا میشه میبینه که چه رفیق و دوست قابل اعتمادی رو پیدا کرد. ببینید من بذارید که از این مهمترین بخش این داستان یعنی کی جنسن شروع بکنم و توضیح بدم. کی جنسن یا همین خط آبی ما که ما از این به بعد دیگه اسمشو میذاریم کی جنسن، اگر بخوام تعریفش بکنم یک شبه مووینگ اوریج یا یک شبه میانگین متحرکیه که داره 26 دوره قبل از خودش رو هر جایی که هست داره 26 دوره قبل از خودش رو به ما نشون میده. چی شد نفهمیدم یعنی چی؟ مووینگ اوریج که اصطلاح فارسیش رو بهتون گفتم، میانگین متحرک. یک مووینگ اوریج یک شبه میانگین به ما نشون. حالا این یعنی چی، این جمله یعنی چی رو جلوتر براتون توضیح میدم. فقط دارم فعلا صرفا یک تعریف ابتدایی بهتون میگم که بدونید داستان چیه و بعد در موردش توضیح. خط دوم ما یعنی خط قرمز ما بهش میگیم تنکنسن. تنکنسن چیه؟ تنکنسن یار و رفیق همون کی جنسن ماست. اون هم یک میانگین متحرک، یک شبه مووینگ اوریجیه که داره 9 دوره قبل از خودش رو به ما نشون میده. پس کی جنسن 26 دوره قبل و تنکنسن 9 دوره قبل. خب حالا اینه یعنی چی؟ یعنی به چه درد من میخورم؟ ببینید میخوام یه به زبان ساده توضیح بدم خدمتتون. ما تا الان توی بحث پرایس اکشن می اومدیم میگفتیم آقا قیمت من از اینجا رشد کرده اومده بالا خورده به این سطح و ریخته، پس این سطح یک سطح مقاومتیه و می اومدیم مقاومت واسش تعریف میکردیم. درسته؟ خب این خط هم پاک کنم. میگفتیم که مثلا 1984 دلار برای طلا یک مقاومت، یا مثلا می اومدیم میگفتیم که آقا اینجا من میتونم یک ترند لاینی ترسیم بکنم و این ترند لاین مثلا حالا همچین چیزی. خب این ترند لاین برای قیمت من داره نقش حمایتی بازی میکنه، قیمت میره بالا هر سری میخوره بهش پامپ میشه بالا، میخوره بهش حمایت میشه، خب و دوباره پرتاب میشه به سمت بالا. ما به این خط افقیمون میگفتیم که یک مقاومت یا حمایت استاتیک و به این ترند لاینمون، به این خط روندمون میگفتیم یک مقاومت یا حمایت داینامیک. حمایت ها مقاومت های داینامیک.
حالا داستانی که حمایت با معادله استاتیک و داینامیک داشت این بود که ثابت بود. مثلا توی اینجا 1984 همیشه 1984 هیچ وقت از جاش تکون نمیخوره، که همیشه یک عدد ثابته و ما میدونیم که خب 1984 تا وقتی کندل ها زیرشن مقاومته، وقتی کندل ها اومدن بالاش میشه حمایت. یا وقتی که این ترن لاین میگشتیم، این ترن لاین یک خط ثابت بود از جاش که تکون نمیخوره. حالا اینجا ما یه بحثی داریم به اسم کی جنسن و تنکنسن. میگیم آقا این کی جنسن و تنکنسن ما نقش حمایتی و مقاومتی دارن. یعنی چی؟ یعنی میگم آقا اینا رو شما یک حمایت یا مقاومت متحرک در نظر بگیر که با قیمت حرکت میکنن. یعنی چی آقا؟ ما همونطور اونا ثابت بود 1000 تا دردسر داشتیم، این که دیگه حرکت میکنه گفت نه قربونت برم این تازه ساده تره، خیلی راحت تره. خب ما میگیم که آقا یه لحظه اجازه بدید بچه من الان میام. عرض میکردم خدمتتون، گفتم که این کی جنسن و تنکنسن ما یک حمایت مقاومت متحرکن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که این دوتا دوست عزیز ما زیر قیمت یا زیر کندل ها هستن نقش حمایتی دارن، وقتی که میان بالای کندل ها قرار میگیرن نقش مقاومتی دارن. شما این یه تیکه از چارت رو دقت بفرمایید. توی روزانه طلا هستید، قیمت رشد میکنه میاد بالا، میخواد بریزه، اولین سدی که جلو راهشه این تنکنسن ماست. یه هولت میدم میره بالا نترس، دوباره میخواد بریزه یه هولت میدم برو بالا نترس، میخواد بریزه سد دوم یعنی کی جنسن ما زیر پاشو میگیره میگه نترس من هستم، هولت میدم برو بالا. و همینطوری اینو هول میدن میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا و حمایتش میکنن قیمت رو. میبینید نقش حمایتی واسه ایجاد کردم. حالا اینجا چی؟ قیمت اومده زیر کی جنسن و تنکنسن قرار گرفته، یعنی نقش مقاومتی. میگه که آقا داره میریزه میخواد بیاد بالا، یه دونه از اینا میزنه تو سرش میگه برو پایین، میخواد بره بالا میزنه تو سرش میگه برو پایین، میخواد بره بالا میزنه تو سرش میگه برو پایین. نقش مقاومتی پیدا کرد. پس ما یه چیز کلی بخوایم یه حرف کلی بخوایم بزنیم اینجا میتونیم بگیم آقا قیمت هر زمان زیر کی جنسن و تنکنسن بود، کی جنسن و تنکنسن ما نقش مقاومتی دارن، مثل چیزی که اینجا دارید میبینید ریزش میخوره به یکی از اینا میریزه دوباره میاد میخوره به اینا میریزه میخوره میریزه. خب هر زمان قیمت بالای کی جنسن و تنکنسن ما بود نقش حمایتی دارن، میاد اینجا میریزه میخوره بهش میره بالا میخوره بهش. پس کی جنسن و تنکنسن در اصل دوست قیمت هستن و میگه که آقا تا زمانی که قیمت خودش نیاد و مثلا من نقش اینجا نگاه کن میگه من نقش حمایتی دارم من زیر قیمت رو گرفتم نمیذارم برید، ولی وقتی خود قیمت میاد این دوتا دوست عزیز ما رو میشکونه به سمت پایین میگه حالا که خودت خواستی حالا نقش من عوض میشه، من میام بالا سر شما ها قرار میگیرم و نقش مقاومتی پیدا کنم و نمیذارم دیگه به این راحتی ها رشد کنیم. اینو در تمام طول چارت شما به عینه میتونید ببینید که هر زمان که قیمت زیر کی جنسن و تنکنسنه کی جنسن و تنکنسن نقش مقاومتی دارن و هر زمان که قیمت بالای کی جنسن و تنکنسنه کی جنسن و تنکنسن نقش حمایتی دارن. به همین سادگی. خب برید اینجا کل طول این مسیر رو کی جنسن و تنکنسن همراهی کردن قیمت. هر موقع خواسته بریزه گفتم نترس ما هستیم، خواسته بریزه گفتم نترس ما هستیم، خواسته بریزه گفتم نترس ما هستیم، خواسته بریزه قشنگ گرفته گفتم نترس ما هستیم، تا جایی که خود قیمت بگه آقا من دیگه حوصله ندارم بشکونه اینو به سمت میگه حالا که شکوندی
حالا نقش من میشه مقاومتی. من میام بالا سر قرار میگیرم، بعد میگه آقا من غلط کردم میخوام برم بالا، بی خود غلط کردی بریز. یا آقا میخوام برم بالا، بی خود میخوای بری بالا بریز. من برم بالا بریز. ببین نقش مقاومتی پیدا کنه واسش. پس این اه، یک تعریف ابتدایی و اولیه از کاری که کیجنسن و تنکنسن داخل چارت برای قیمت انجام میده. حالا بخوایم یه خورده عامیانه تر درباره این موضوع صحبت بکنیم، میتونیم اینطوری بگیم اسم کیجنسن رو، خط آبیمون یا همون کیجنسن رو بذاریم ارباب. خب اسم تنکنسن رو بذاریم نوکر ارباب و اسم کندل ها رو بذاریم شکار. اسم کندل ها رو بذاریم شکار. میگیم که آقا یک چیز کلی وجود داره. یه لحظه ببینم روشن کنم. یک داستان کلی وجود داره، اونم اینه که کیجنسن، من سعی میکنم من اینا رو خیلی میتونم با اصطلاحات قلمبه سلمبه و خیلی تخصصی و اینا توضیح بدم خدمتتون، ولی عمرن متوجه نمیشه چون جلسه اولی که داریم در موردش صحبت میکنیم. من سعی میکنم به عامیانه ترین زبان ممکن که بلد هستم این رو توضیح بدم تا مثل یک داستان توی ذهنتون جا بیفته. کیجنسن یا هم خطابی ما حسوده. خب میگه که من دوست دارم قیمت، وقتی میگیم قیمت منظورم کندل هاست، میگه من دوست دارم قیمت همیشه نزدیک به من حرکت کنه یا چسبیده به من، تقریبا چسبیده به من حرکت کنه. هر وقت قیمت از من فاصله بگیره، من به نوکر خودم، من اربابم دیگه، به نوکر خودم، نوکر کی بود؟ تنکنسه، خط قرمز، دستور میدم که برو قیمت رو بگیر بیار برای من. پس ما اینجا اولین چیزی که میتونه توی ذهنمون خطور بکنه اینه که قیمت هر زمان از کیجنسن ما فاصله غیر معمول یا غیر متعارفی گرفت، میتونیم یک برگشتی رو به سمت کیجنسن متصور باشیم پیش خودمون. حالا شرایطی داره که شرایطش هم کامل بهتون میگم. پس این موضوعیه که کامل باید توی ذهنتون باشه. کیجنسن دوست داره قیمت نزدیکش باشه. اگر فاصله گرفت قیمت از کیجنسن، در اون صورت به نوکر خودش دستور میده که برو قیمت رو بگیر بیار برای من. خب بریم تو چارت این رو ببینیم. خب توی چارت دقت بفرمایید. خب بریم توی یه تایم فریم دیگه، مثلا توی تایم فریم 15 دقیقه، تایم فریم که معمولا ما معامله انجام میدیم. ببین اینجا رو مثلا نگاه بکن. قیمت اینجا که کراسر موس من هست، دقت کن. قیمت کیجنسن و کندل ها دارن هم تقریبا همراه با هم حرکت میکنن، حرکت میکنن. یهو قیمت یک ریزش شارپی رو اینجا تجربه میکنه، میریزه به سمت پایین. ولی کیجنسن من با قیمت همراهی نمیکنه. کیجنسن من اینجا به حالت فلت میمونه، به حالت صاف. این فلت کیجنسن خیلی برای ما مهمه، لطفا حواستون رو بهش داشته باشید تا بعدا در موردش باهاتون صحبت کنم. این فلت کیجنسن خیلی مهمه. میگیم که آقا قیمت یک ریزش شارپی رو یهو تجربه کرد، ولی کیجنسن ما با قیمت همراهی نکرد. گفتیم کیجنسن داره 26 دوره قبل از خودش رو نشون میده و تنکنسن داره 9 دوره قبل از خودش رو نشون میده. این که یعنی چی داره قبل از خودش رو نشون میده رو تو جلسات آینده بهتون میگم. فقط نه از این حرفم یه برداشتی بکنیم. وقتی که کیجنسن داره 26 دوره قبل رو نشون میده و تنکنسن داره 9 دوره قبل رو نشون میده، دو تا برداشت میشه از این حرف کرد.
اولا یعنی کی جنسن میزان اعتبار بالاتری رو داره، به خاطر اینکه از گذشته دورتری رو داره به ما نشون میده، و تنکنسنی که داره 9 دوره قبل رو نشون میده اعتبار کمتری رو داره. دوما میشه این رو فهمید توی چارت که حرکات مووینگ، یعنی حرکات تنکنسن سریعتر از کی جنسنه، چون این داره 9 دوره قبل رو نشون میده، ولی کی جنسن داره 26 دوره قبل رو نشون میده، کندتر و آهسته تر حرکت میکنه. خب پس این دوتا برداشت میشه از این موضوع کرد. میبینیم که به محض اینکه قیمت فاصله میگیره کی جنسن همراهی نمیکنه با قیمت، تنکنسن ما اینجا حمله ور میشه به سمت قیمت، میره تا اینجا. نقش تنکنسن چیه؟ بالای کندل هاست دیگه، نقش مقاومتی داره. میره زیر کندل ها رو میگیره، نقشش از مقاومتی میشه چی؟ حمایتی. میگیره میاره برای ارباب. دیدی چقدر قشنگه؟ و حالا تا این کی جنسه میگه خیلی خوب، حالا اومدید پیش من، حالا با هم دیگه بقیه راه رو میریم جلو، یهو دوباره قیمت میبینیم یک رشد شارپ رو داشت، اینجا یک ریزش شارپ رو داشت، اینجا یک رشد شارپ رو داشت، و کی جنسن از قیمت عقب بود دوباره. یعنی یک فاصله ای رو تقریبا میتونی بگی که از اینجا تا اینجا فاصله زیادیه قیمت با کی جنسن داره، همراهی نکرده با قیمت. دوباره به تنکنسن دستور میده میبره قیمت رو بگیر، اینجا نقش حمایتی داره، میره بالا. نقش از حمایتی میشه مقاومتی، کندل ها رو میگیره و میاره برای کی جنسن، و دوباره با هم حرکت میکنن، و هر بار که این تکرارشه فاصله قیمت از کی جنسن زیاد بشه، تنکنسن میره قیمت رو میگیره میاره برای کی جنسن، و بعد با هم حرکت، و این هی تکرار میشه. و بهترین حالت توی این داستان ایچیموکو اینه که قیمت، کی جنسن و تنکنسن با هم دیگه حرکت بکنن. خب وقتی ببینیم که کی جنسن با قیمت همراهی نمیکنه، مثلا مثل همینجا الان لایو بازاره دیگه، بازار بازه طلا، و من امیدوارم که بره بالا تا حد ضرر محسن بخوره. ولی بحثی که هست اینه که ببین، بخوام تو لایو بازار رو باهات صحبت کنم، ببین کی جنسن من با قیمت اینجا همراهی نکرد، همینجا فلت مونده، داره به تنکنسن هم دستور میده، میگه برو بالا. ببینید تنکنسن هم سرش به سمت بالاست، تا بره بالا. اینجاها مثلا قیمت رو بگیره، کندل ها رو بگیره و بیاره برای این کی جنسنی که اینجا فلت مونده. غیر از این که کی جنسن یه سرش رو به سمت بالا خم کنه و حرکت کنه به سمت قیمت. حالا این شرایطی داره، تفسیرهایی هایی داره، اینا رو بهتون میگم، نمیخوام فعلا گیجتون بکنم، ولی ساده ترین چیزی که الان میشه در موردش صحبت کرد همینه. تا زمانی که کی جنسن به حالت فلت مونده، میشه گفتش که کی جنسن با قیمت همراهی نداشته و تنگنسن من میتونه حمله ور بشه به سمت کندل ها و قیمت رو بگیره و بیاره برای ارباب. خب این یک تعریف ابتدایی بود از بحث کی جنسن و تنکنسن. بریم توی تنظیمات ایچیموکو. برای اینکه بریم تنظیمات ایچیموکو میایم اینجا، کراسر موس من رو دقت بفرمایید، میایم اینجا، میایم تو قسمت ستینگ. بچه‌ها حالا اگر لپتاپ جلوتون باز هست نگاه بکنید، اگر نه که بعدا نگاه کنید. کانورسیشن لاین میشه همون تنکنسن ما. توی تنظیمات تریدینگ ویو این به صورت دیفالت آبیه. بیس لاین میشه همون کی جنسن، و تو تنظیمات تریدینگ ویو به صورت دیفالت قرمزه. ولی میبینید که من رنگاشو جابجا کردم، یعنی بیس لاین رو کردم آبی، یعنی اون کی جنسن رو کردم آبی، و کانونسیشن لاین که همون تنکنسن رو کردم قرمز، یعنی برعکس کردم. علتش چیه؟ علت خاصی نداره.
ببینید توی مراجع و منابع اصلی که از ایچیموکو هست، خب تنکنسن ما قرمزه و کیجنسن ما آبیه. من نمیدونم کدوم شیر پاک نخورده ای بار اول اومد رنگ این دوتا رو جابجا کرد و تو تریدینگ ویو، تو رهاور، تو هر جایی که نگاه بکنی، توی نوبیتکس، رنگ این دوتا با رنگ چیزی که اینجا تو چارت من میبینید فرق کنه، ولی درستش رنگ چیزی که تو چارت بنده میبینید. چون برید اگر سرچ بکنید، علاقه داشته باشید به کار تحقیقاتی این حرفا، میبینید که رنگ اصلیش اینه و من هم سال هاست بر این رنگ گذاشتم. شما اصلا دوست داری بکن کانورسیشن تنکنسن تو برو بکن قهوه‌ای، بیسلاین تو برو بکن طلایی، رنگش مهم نیست، مهم اینه که تو چجوری راحتی. حالا اگر دارید با بنده آموزش میبینید، رنگش رو شما هم به این شکل. این از کانورسیشن لاین همون تنکنسن ما، رنگش رو میکنید قرمز. بیسلاین ما همون کی جنسن، رنگش رو میکنید آبی. یه گزینه اینجا داریم اسم لگینگ اسپن، این خط سبز است. من فعلا برای اینکه چارت یه مقدار خلوت تر بشه این رو پاکش میکنم و اگر وقت شد در موردش توضیح میدم. خب این تو قسمت استایلش بود. تو قسمت اینپوتس که بریم، میبینید کانورسیشن لاین لنگث، یعنی همون تنکنسن ما، عدد 9 جلوشه. بیس لاین لنگث که همون کی جنسن ما، عدد 26 جلوشه. ببینید ما گفتیم که تعریف کی جنسن یعنی داره 26 دوره قبل از خودش رو نشون میده و تعریف تنکنسن داره 9 دوره قبل از خودش رو به ما نشون میده. حالا این یعنی چی؟ بچه‌ها گفتم اینا یه شبه مووینگ اوریجه. چرا نمیگم خود مووینگ اوریجه؟ چون مووینگ اوریج 1/10 کارهای کی جنسن و تنکنسن هم نمیکنه. خیلی اینا ورای اینن که بهشون میخوایم در مورد حالات کی جنسن تنکنسن داشتم صحبت میکردم که کانورسیشن لاین عدد 9 رو داره نشون میده، بیس لاین عدد 26. یعنی گفتیم تنکنسن داره 9 دوره قبل از خودش رو نشون میده و کی جنسن داره 26 دوره قبل از خودش رو نشون میده. حالا این 9 دوره قبل رو داره نشون میده و 26 دوره قبل رو داره نشون میده یعنی چی؟ یعنی مثلا از این انتهای کی جنسن من بگیرم 26 دوره یعنی 26 کندل، حالا تو هر تایم فرمی که هست بر مبنای همون تایم فریم 26 کندل بیام عقب، اینجا تو این گذشته یک اتفاقاتی افتاده که اینجا این داره کی جنسن من نشون میده. تنکنسن هم همینطور. داشتم میگفتم کدومش مهمه، داشتم میگفتم ببین برای ما حالات کی جنسن حائز اهمیت تره و توی حالات کی جنسن برای ما کی جنسن فلت یک میزان اهمیت دیگه ای داره. اصلا کی جنسن فلت 2 تا معنا داره. اول از همه معنای اولیش که خدمتتون عرض کردم یعنی که کی جنسن با قیمت همراهی نکرده و ما میتونیم انتظار یک برگشت قیمت به سمت کی جنسن اگر شرایطش فراهم شده باشه رو داشته باشیم. معنای دیگه که کی جنسن فلت داره اینه که یعنی از اینجا مثلا این یه تیکه کی جنسن فلت رو در نظر بگیرید. خب 26 تا من شیفتش الان میدم برای شما به عقب از کو اینو جابجا کرده. خب مثلا از اینجا 26 تا برمیگردم عقب، میاد میرسه اینجا. خب دورش خط بکشم اینجا، اینم پاک بکنم که مزاحم ما نباشه. اینجا رو میبینی این فلته، 26 تا قبلش شد تو این محدوده. چه چیزی رو داره به ما نشون میده این فلته؟ یه داره میگه 26 دوره قبل من بازار رنج بوده، بازار ساید بوده، خنثی بوده. میبینید که کاملا بازار خنثی بوده. خب تو این یه تیکه پس کی جنسن فلت نشان دهنده یک بازار خنثی، یک بازار ساید، یک بازار رنج. و حالا هر چقدر طول این فلته
بیشتر باشه، ما کارهای عجیب غریب تری رو میتونیم براش باش انجام. حالا ممکنه پیش خود بپرسی خیلی خوب حالا اینجا این فلت شده داره به هم میگه تو گذشته چه اتفاقی افتاده، به چه درد من میخوره؟ من تو گذشته هر اتفاقی افتاده که دارم میبینم، خب حالا اینجا هم فلت بشه. یک سری دردهایی رو دعوا میکنه که ما میتونیم به وسیله اونها سیگنال های بایوسل بگیریم. عرض کردم جلسه اول چی میکنه، من دارم سعی میکنم فقط مقدمات رو بهتون بگم و سعی کنم این رو بهتون بتونم این رو براتون جا بندازم که وقتی میگیم 26 دوره قبل منظورمون چیه، وقتی میگیم کی جنس تنکنسن 9 دوره قبل منظورمون چیه. خب این از این این از کی جنسن و تنکنسن. نکته البته خیلی زیاد داره ولی مثلا دارم بهتون میگم ببینید تو همین تایم فریم 15 دقیقه، همین 5 دقیقه پیش که داشتم اینجا توضیح میدادم عرض کردم بهتون، میگفتم اینجا کی جنسن ما فلت شده و با قیمت همراهی نکرده و ما میتونیم اگر تنکنسن رفت و کندل ها رو گرفت میتونیم این انتظار داشته باشیم قیمت یک برگشتی به محدود کی جنسن فلت ما بزنه. خب خودش میشه یک سیگنال سل خیلی خوب دیگه. ولی تا زمانیه که کی جنسن فلت بمونه. میبینید که آنن سرش رو به سمت بالا خم کرد و داره کم کم با قیمت همراهی میکنه. پس اگر کسی اینجا وارد معامله سل شده یه کوچولو باید بترسه، چون ممکنه یک بالای بیشتر از این رو هم قیمت تجربه کنه انشالله. خب بعد اینجا هم همینطور تو تایم فریم 5 دقیقه هم داریم همین رو میبینیم. بعد هر اتفاقی برای کی جنسن یا تنکنسن میخواد بیفته که حالا برای ما اهمیتش تو کی جنسنه، هر اتفاقی میخواد بیفته اول تایم فریم های پایینتر نشون میده خودش رو، بعدش میاد تو تایم فریم های بالاتر. مثلا من تو 1 ساعته اگر برم نگاه بکنم کی جنسن هم هنوز فلته و تازه تنکنسن سرش رو به سمت بالا خم کرده که حمله بکنه به سمت قیمت. حالا تا این بره این بالا اینا رو بگیره و بیاد و این حرفا هزار تا اتفاق میتونه تو قیمت بیفته. خب ولی وقتی بیام همین توی تایم فریم پایین، تایم فریم تو 30 دقیقه هنوز کی جنسن فلته، بیام تو 15 دقیقه میبینم اصالت فلت خارج شده. وقتی تو 15 از فلت خارج شده میشه این احتمال داشت که تو 30 هم تو کندل بعدی از فلت خارج بشه و سرش رو به سمت بالا خم کنه، همونطور که اول تو 5 دقیقه از حالت فلت خارج شده و سرش رو به سمت بالا خم کرده و بعد تو 15 دقیقه از حالت فلت خارج شده و سرش رو به سمت بالا خم کرده. خب بسیار بسیار نکات حیاتی و مهمیه اینا که باید نهایت دقت رو داشته باشید. بخوایم حالا پریس اکشنی هم همین یه تیکه طلا رو با هم دیگه نگاه بکنیم. من اگه بخوام از اینجا 15 دقیقه یه دونه ترند لاین بکشم اینطوری بکشم درسته به نظرتون؟ خب اینطوری میتونم بکشم، اینطوری هم میتونم بکشم، رنگاشو عوض بکنم، دومیه رو بکنم مثلا آبی. خب به نظر من آبیه درست تره، یعنی اینا اگه پاک کنم اون وقت یه تیکه بالایی که اینجا داده رو شکست فیک در نظر میگیرم. خب یه همچین چیزی. پس اینکه تاکید میکنم تا این لاین جوری بکشید که بیشتر این تعداد برخورد داشته باشید، یه همچین مثالیه منظورم. خب حالا اگر این بخواد بیاد یه بار دیگه خوش به این ترن لاین بزنه احتمالا حد ضرر یکی از دوستامون میخوره، قشنگ میشه. خب آرزم خدمتتون که بعد حالا حمایت ترن لاینی هم بخوام واسش بکشم اینا رو وصل میکنم با. بچه این چیه؟ یه الگویه خب که داره تهش باز میشه، حواستون باشه احتمالاً به هر طرف شکست ابتدایی که بده اون شکست فیک خواهد بود، یعنی مثلا از همین جام اگر بره بالا احتمالاً فیک خواهد بود و میاد دوباره پایین. یادتون باشه این رو جلسه قبل بهتون گفتم، اینا رو به خدا نکاتی نیست که هر دوره‌ای
بشنوید و ببینید و بتونید به این راحتی یاد بگیرید. نکات در این حال ساده است، ولی مثلا من ایچیموکو رو هیچیش رو نه، مثلا 10% رو میتونم بگم خودم مثلا هی بک تست گرفتم و کشف کردم. 90% خودم رفتم خارجی خوندم یاد گرفتم. نکات مثل این رو واقعا خودم هی بک تست گرفتم و دیدم که مثلا به این اتفاق میفته. گفتم جلسه پیش خدمتتون، الگویی که تهش داره به جای اینکه گشاد بشه، به جای اینکه تنگ بشه داره گشاد میشه، این الگو قابل اعتماد نیست. یعنی اگر شکستی هم به ما بده، شکست اولیش فیک خواهد بود. یعنی احتمالاً از اینجا بره بالا، یه بالایی تا اینجا هم بزنه، ولی دوباره میریزه میاد پایین. تو این چیزیه که خیلی ها ندیدند و فکر میکنن اینجا سقفه و شروع میکنن اینجا به سل گرفتن به امید اینکه بریزه، ولی احتمال اینکه این یک بالای فیک بده با توجه به اینکه این الگویی که داره همینطوری تاش گشاد میشه وجود داره. خب این هم یه نکته حیاتی. و بریم مثلا حالا روی چی خیلی صحبت کردیم، بریم مثلا توی بیت ببینیم با هم دیگه. اصلا بریم بیت کوین رو تایم فریم بالا ببینیم که حالش چطوره، چه خبره. بیایم توی دیلی بیت کوین. خب این دیلی بیت کوینه. ای بابا. خب من چی دارم اینجا میبینم؟ من در ابتدا دارم تو دیلی میبینم که آقا این کی جنسن اینجا فلت شده و با قیمت همراهی نکرده، ولی قیمت زیر تنکنسن اومده. تنکنسن الان نقش مقاومتی داره، میبینی که هی داره زور میزنه توی این محدوده بره بالا، ولی تنکنسن نذاشته که این اتفاق بیفته. حالا احتمال میدم که کی جنسن سرش رو به سمت پایین خم بکنه، خب، و قیمت هم بیاد پایین و برسه به این ترند لاین. ولی مثلا میگم خیلی من باید خودم رو عرض میکنم جسارت نباشه، خیلی باید نادان باشم که همچین مقاومتی رو ببینم حتی اگه بخوام بایی بگیرم و تیپیم رو بذارم مثلا اینجا، تیپیم رو بذارم مثلا سقف قبلی، این مقاومته بالا سرش. تو اینجا هم بخوای بای بگیری قطعا، حالا اینکه واسه سیگنال بای بد نده، ولی اگر بای هم بخوای بگیری الان تو دیگه یک سری حمایت مقاومت ها رو داری میبینی با چشم. شاید خیلی کسایی که ایچیموکو کار نیستن نمیبینن دیگه، عمرن نمیای مثل آدم های نوب و تازه کار بیای تیپیت رو بذاری رو سقف قبلی. تو داری اینو میبینی، تیپی تو میشه 372 نمیشه 31228. خب این یک مقاومته برای تو، میتونه بخوره بهش بریزه بیاد پایین. خب پس اینو کامل اینجا حواست باشه. بریم ماهانه بیت کوین، ویکلی بیت کوین هم نگاه کنیم. بریم مثلا ویکلی بیت کوین رو بر اساس کی جنسن نگاه کن. بیا ویکلی، ببین هر چقدر تو تایم فریم رو میبری بالاتر، این اندازه ها و اینا خیلی اهمیتش بیشتر میشه. مثال عرض میکنم، من اگه خاطرت باشه هم 5 دقیقه پیش عرض کردم که مثلا فلت کی جنسن برای ما خیلی اهمیت داره. هر چقدر طول این فلت بیشتر باشه برای ما اهمیت بیشتری داره. گفتم جلوتر بهتون میگم. خب ولی مثلا اگر این میزان فلتی که اینجا شکل گرفته من تو تایم فریم 15 دقیقه میدیدم، اصلا خیلی بهش اهمیتی نمیدادم، ولی وقتی اینو تو تایم فریم ویکلی یعنی هفتگی میبینم من خیلی حائز اهمیت. قیمت رفته بالا و کی جنسن باش همراهی نکرده، احتمال اینکه بیاد در ابتدای امر اینجا 28280 کجاست، اولین حمایتش کجاست. ببین دیگه تو الان میتونی حمایت ها رو ایچیموکویی ببینی. خب یعنی این حمایت اولت تنکنسن فلت بیاد رو تنکنسن. حالا تنکنسن اگه حمایتش شکست میتونه قیمت اصلا بیاد تا کی جنسن فلت ما، اگه کی جنسن همینطوری به حالت فلت بمونه. ولی در ابتدای امر اینکه قیمت میاد تا این تنکنسن تو تقریبا احتمالش بالاست، یعنی میتونه تو 28280 بیاد پایین. اینجا اگر این رو شکست، تنکنسن رو هم به سمت پایین شکست، تو دیگه نیازی به این ترن لاین ها نداری دیگه.
خب شکست اون وقت تو میتونی سلشو بگیری تا اینجا، تا این وقت، تا اینجا که جنس فلته 25670. خب حالا خیلی حمایت ها و مقاومت های دقیق تری رو هم به ما میده که من نمیخوام الان واردش بشم چون دیگه وقت نمیکنیم و سعی میکنم جلسه بعد بهتون بگم که خیلی خیلی حمایت مقاومت های معتبریه و بسیار نقطه زنی میشه باش کرد. خیلی خیلی جذابه. نه مثلا واردش بشم ولی احتمالا وقت نمیکنیم. من نمیخوام که نصف نیمه بمونه مبحثی و همینجا بهتون و همینجا فعلا بدونید کفایت میکنه. خب بریم سراغ سوال جواب شما عزیزان.